در تئاتر دولتی موسیقی تماشابین جوان به نام عادلجان نظرفی شهر خوجند در دایره گشاده‌شوی 26مین موسم تئاتری نمایشنامه در آغاز راه روی صحنه گذاشته شد. نمایشنامه مذکور از روی اثر دراماتورگ طاهر محمد رضا در کارکرد براءت احمدزاده، سرکارگردان تئاتر تیمور سلطانی، رسام عبدالعزیز عبدالرحمنوف و آهنگساز بهادر الهامی بهر مخلصان و دوستداران تئاتر پیشکش گردید. امروز اهل ایجاد تئاتر، عموما اهل کارمندان تئاتر خیلی خوشحال هستیم که ما امروز موسم 26مین تئاتری رو آغاز میکنیم و این موسم ما رو ما تصمیم گرفتیم که با هنرمندان جوان، با هنرمندان نورسی که آنها اکثریتشان بار اول روی صحنه میآیند. نمایشنامه ما در آغاز راه نام دارد و موضوع محتوای آن درباره حیات یک جوان است، یک جوان که در کودکی و جوانیش است که عموما اساسا نمایشنامه های ما موضوع محتوای نمایشنامه های ما برای نورسان خودش ما تهیه میکنیم نمایشنامه رو. و این نمایش هم همین یک جوانی همین دوران استقلال است که اولها در کودکیش یک و این مرحله وزنین زندگی رو با اویلش اثر میگذرونند و آهسته آهسته یک راهی بعد انتخاب میکند و بعدا با نصیحت و وصیت و نصیحت های مادر و یک باغبان بابا و همیشه راهی درست انتخاب کرده، از راهی درست انتخاب کردهش پشیمان نیست و اون که در صف ارتش ملی خدمت میکند وقتی که از ارتش رو جواب میدهند با سری بلند وقتی خانه شان میرد و در راه وقتی میرد همون طبیعت و همون یاد خاطرش میبیاد، همون لحظه های کودکیش به خاطرش میبیاد و شکرگزاری میکند که وای راهی درست رو انتخاب کرده است. در نمایشنامه در آغاز راه نقش‌ها بسیار جالب آفریده شده از جانب تماشابینان خوب پذیرفته شد. یکی از چنین نقش‌ها که دقت مخلصان را به خود جلب کرد نقش امید جان بود. او در صحنه هنر مهارت خوب نشان داد. سیوژت نمایشنامه حفظ طبیعت، حمایت نمودن مرز و بوم، حرمت و احترام کلانسالان، بلند برداشتن آداب و اخلاق حمیده انسانی، در روحیه وطندوستی و میهن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن نورسان و جوانان می باشد.